سلام به شما. امروز یه نگاه دقیق تر میندازیم به منابعی که برامون فرستادید. در مورد بازی‌های تیر ماه 1996. سلام. بله، یعنی حدود ژوئن و جولای 2017. دقیقاً. اون واقعا معمولاً بعد ایسری یکم بازار آرومتر میشد، نه؟ آره، معمولا همینطوره. به قول منابع بیشتر انگار پس لرزه های ماهای قبل بود تا یه طوفان بازی جدید. خب هدفمون هم اینه که ببینیم تو همین دوره بظاهر آرومتر چه چیزای جالبی پیدا میشد. بریم ببینیم. اینجور وقتا اتفاقا فرصت خوبیه برای بازی‌های خاص‌تر یا مثلا بسته‌های الحاقی و بازسازی‌ها. خب اول با چی شروع کنیم؟ نظرت در مورد Get Even چیه؟ اون بازیه که حال و هوای روانشناختی داشت. آها، Get Even. آره، یادمه برای PC و کنسولا اومده بود، PS4 و Xbox One. شخصیت اصلیش بلک توی یه تیمارستان عجیب و غریب بیدار میشه. که هیچی هم یادش نمیاد، فقط یه صدا، یه راهنما به اسم رد. آره، بعد یه دستگاهی پیدا میکنه به اسم پاندورا. خیلی جالبه این مکانیکش. که میتونه خاطرات رو دوباره تجربه کنه. دقیقاً، که بفهم قضیه اون دختری که به بمب بسته شده چی بوده. فضاش خیلی سنگین بود. ترکیب شوتر با این المان‌های روانشناختی خیلی خوب از آب در اومده بود به نظرم. یعنی همین بازگشت به خاطرات خیلی نقش مهمی داشت تو داستان و حتی خود گیم پلی. درسته. بعد یادمه که انتشارش هم عقب افتاد. آره، به خاطر اون حادثه منچستر بود، برای احترام به قربانی‌ها. درسته. خب از این فضای تاریک بپریم به یه چیز کاملا متفاوت. نوستالژی؟ اوه، چی؟ کرش بندیکوت انسین تریلوجی برای PS4. کرش. کیه که با کرش خاطره نداشته باشه آخه؟ واقعاً این بسته بازسازی کامل سه تا بازی اول بود. یعنی کرش بندیکوت، کورتکس استرایکس بک و وارپد. با گرافیک امروزی و پشتیبانی 4K حتی. بله، یه بازگشت خیلی بزرگ بود واسه طرفدارای قدیمی پلی استیشن. یادم اون موقع شایعه نسخه PC هم بود، ولی خب تایید نشد اون موقع. ببین، این دقیقاً قدرت نوستالژیه. ولی خب چالش اصلی اینجور بازسازی‌ها میدونید چیه؟ اینکه بتونن اون حس و حال اصلی اون گیم پلی دقیق رو حفظ کنن ولی خب ظاهرش مدرن باشه. این تعادل خیلی مهمه. که به نظرم این تریلوژی خوب تونست این کارو بکنه. آره، موفق بود انصافاً. خب برسیم به نینتندو سویچ. اون ماه برای سویچ هم خبرای مهمی بود. آره، اون موقع سویچ هنوز تازه نفس بود. اولین DLC بازی شاهکار The Legend of Zelda Breath of the Wild اومد. اسمش بود Master Trials. آها، مستر ترایلز، یادمه. این بسته خیلی جالب بود چون بیشتر روی چالش‌های گیم پلی تمرکز داشت تا داستان جدید. دقیقاً، مثلا اون Trial of the Sword که موج دشمن می اومد. آره، یا اون حالت هیروز پث که میتونستی ببینی تو 200 ساعت گذشته کجاها رفتی. خیلی خوب بود اون. درجه سختی بالاتر و کلی آیتم و زره جدیدم اضافه می‌کرد. قیمتش هم اگه اشتباه نکنم $20 بود. نکته جالبش اینه که نشون میده سازنده‌ها میدونستن بازیکن‌های Breath of the Wild چی میخوان. یعنی چی؟ یعنی به جای داستان اومدن گیم پلی رو عمیق‌تر کردن، ولی اونایی که صدها ساعت بازی کرده بودن و دنبال چالش بیشتر بودن. استراتژی هوشمندانه‌ای بود. درسته. و یه بازی مهم دیگه هم برای سویچ همون ماها اومد. چی بود؟ سپلاتون 2. آها، اسپلاتون 2، قسمت دوم اون شوتر رنگپاشی معروف نینتندو. دقیقاً همون نبردای 4x4 با جهر و رنگ پاشی و گرفتن منطقه. با نقشه ها و سلاح‌های جدید البته. آره، و از قابلیت‌های خود سویچ مثل اون کنترل حرکتی برای نشانه‌گیری هم خوب استفاده می‌کرد. یه تجربه چند نفره شاد و شلوغ و پلوغ. قسمت اولش که خیلی موفق بود، جایزه بهترین شوتر سال رو هم گرفت، یادته؟ بله، با اینکه کلی رقیب گردن کلفت داشت. نشون داد نینتندو حتی تو این ژانرهای شلوغ هم میتونه یه چیز متفاوت و جذاب ارائه بده. سپلاتون 2 هم همون فرمول موفق رو گسترش داد و خیلی برای لایبرری سویچ تو سال اولش مهم بود. البته خب فقط اینا نبودن، بازی‌های دیگه‌ای هم بودن که نشون میداد تنوع خوبی داشته اون ماه. مثلا والکاریا رولوشن، اون نقش‌آفرینی ژاپنیه که یه تم فانتزی جنگی داشت. آره، یه حال و هوای خاصی داشت اونم. یا فاینال فانتزی 12 زودیاک ایج که ریمستر فاینال فانتزی 12 بود برای PS4. پس یعنی واقعاً برای سلیقه‌های مختلف انتخاب وجود داشت. دقیقاً. خب این خوبه، نشون میده حتی تو ماه‌های به اصطلاح آروم‌ترم صنعت بازی بیکار نمیشه. پس دیدیم که تیر 96 یه ترکیبی بوده از